ما امروز هفتمون رو با 2 تا خبر خیلی مهم تو بازار املاک دبی شروع کردیم. اول اینکه شهرداری دبی یه طرح جدیدی راه اندازی کرده به اسم سیتی اینسپکتر که 63 شرکت اماراتی متخصص اماراتی در 14 رشته فنی حضور دارن و این سیستم با استفاده از هوش مصنوعی صدور مجوزهای ساخت و ساز 30% سریعتر انجام بشه. بنابراین یه سیستم کارآمدتر و پایدارتر رو پیش رو خواهیم داشت. دوم اینکه بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده که نرخ بهره به تدریج کم میشه و از اونجایی که نرخ بهره امارات به دلار وابسته هست، یعنی وام گرفتن ارزونتر میشه. در نتیجه خرید و فروش توی ملک‌های آماده برای فروش مجدد خیلی بیشتر میشه و مردم خیلی راحت‌تر میتونن وام بگیرن. بازار املاک دبی داره خیلی سریعتر و جذابتر میشه برای خریدارا. وقتشه که هوشمندانه تصمیم بگیرید و از این تغییرات استفاده کنید.